پژوهش هایی بکنیم که مورد نیاز ماست. من بارها هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اون دوستان عرض کردم، هم شاید اینجا گفتم، ما ملاک پیشرفت علمیمون رو درج مقالاتمون در مجلات ISI نباید قرار بدیم. ما نمیدونیم اونچه که پیشنهاد می شود، تشویق می شود، برای اون احترام میشه اون مقاله نویس دقیقاً همون چیزی باشه که کشور ما به او احتیاج داره. ما خودمون باید مشخص کنیم که درباره چی مقاله می نویسیم، درباره چی تحقیق می کنیم. البته انعکاس در مجامع جهانی لازمه، ضروری است و انعکاس هم پیدا خواهد کرد. مقصود این است که ما پژوهش را تابع نیاز خودمون قرار بدیم.